استاد به نظریم بعضیا که میرن یک شغل را یا یک مثلا کسب و کار را یا یک بیزینس را که شروع میکنن، یک مقدار را که میرن به انگیزه میشن. ولی دانشگاه شدیم که فعلا در کابل درس میخونم. در این قسمت استاد مثلا سر اول دوم خوب بود. خوش دیگه بودم که فقط دل خود خوش میکردم که برو هر چی هست نیست ما بودیم ولی دانشگاه شدیم. تمام زندگی ما که حتما دانشگاه است. اما نه، بعد از یک مدتی متوجه شدیم که نه، ما کلا اشتباه میکردم. دیگه باز خلاصه همیشه از خانه پیسه میگرفتم کیلومتر که ما برم دانشگاه میرم و هر صبح کفش کردم که منظم اینو همه چیز تمام چیز فکر خود در دانشگاه تمرکز کردم. و حال فعلا که فکر میکنم دانشگاهی که ما فکر میکردم کلا یک ماتریکس بود که ما داخلش اونجا خود ما گیر بودیم. در هر اتفاق شما باورتون میشه تا دانشگاه طبی افغانستان یک هفته ما فکر کلا پایشوده رفتیم و پس آمدیم. بعدش برای یک فرصتی دارم از طرف دوستای معرفی شد که آمدم وارد مسیر شدم و کار خود را اونجا شروع کردم. واقعا فعلا که یادم میاد به خدا اینقدر رد شدیم در مسیر، اینقدر بارها به خدا زمین خوردیم که بعضی وقتا شرایطش داشته بود که اصلا امیدی نبود که ما بگیم آیا مثلا امکان داره که ما دوباره بلند شیم، آیا امکان داره دوباره ما بریم مثلا در او کاری که شروع کردیم. بارها بیشتر از 100 بار به خدا زمین خوریم ولی دوباره بلند شدیم. و خدا رو شکر امروز در اون مسیر که آمدیم مثلا از هر لحاظ، چه لحاظ مثلا رشد مالی، شخصیتی، جدا از خودم اومدیم وارد مسیر شدیم، رشد کردیم. صدها نفر که اومده کنار ما شروع کردن، به خدا قسم است بهترین مثلا نتیجه ها رو اونجا خلق کرده. و دوست خواهش که از کلیه شما دارم هیچ وقت سعی کنین به انگیزه نشوین، هیچ وقت مثلا به برنامه نشوین، برین مثلا یک اهداف را بر خودتون تعیین کنین و برای اهدافتون، بر رویاهایتون با سر وجودتون بجنگین، با صد وجودتون بجنگین. به خدا با 99% نجنگین، با صد وجود.